در مؤسسه ابرار وقفی مصر با یکی از حافظان کل قرآن عبدالوهاب عبداللطیف هم صحبت شدم. معلوم شد که او به بیماری سیندروم داون گرفتار بوده است. حالا من با یکی از نمونه‌های به شگفت آرنده از حافظان قرآن کریم نشستم که او از جمله شخصان امکانیتشان محدود به شمار می رود. شیخ عبدالوهاب، بله، چی حال دارید دوستم؟ شکر الله، خوبم. خوبه ان شاء الله، الحمدلله. عبدالوهاب، شما قرآن را حفظ می‌دانید؟ بله. در چند سالگی قرآن را حفظ نمودید؟ 14 سالگی. و آن را پورا از خود کردید؟ بله الحمدلله، ماشاءالله ماشاءالله. قرآن را هر روز تکرار میکنید؟ بله هر روز تکرار میکنم. چگونه و چی مقدار تکرار میکنید؟ این گونه تکرار میکنم که در مدت یک هفته قرآن را تمام میکنم. در مدت یک هفته قرآن را ختم میکنید؟ بله. من به شما هوس میکنم. شما در قلبتون قرآن را جمع نمودید. خوش به حالتون. شکر الله. میدونید شما از همه بهترین هستید؟ الحمدلله. درست یا نه؟ بله ماشاءالله. خوب شیخ عبدالوهاب، اگر حالا من شما را از قرآن سوال دهم جواب میدهید؟ بله بفرمایید. انیق؟ ها انیق. من میتوانم از هر کجا سوال دهم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. این سوره بقره است. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. شیخ عبدالوهاب، اگر حالا من شما را از آن سوره هایی که با حامیم شروع شده است سوال کنم جواب میدهید؟ بله. خوب کنی بگویید که کدام سوره اولین با حامیم شروع شده است؟ سوره غافیر. خوب غافیر. بعد تنزیل. بعد از غافیر باز کدامش با حامیم شروع می شود؟ فصلت. ماشاءالله. بعد شورا، زخرف، دخان، جاثیه. ماشاءالله. آخرین سوره که با حامیم شروع شده است کدام است؟ سوره احقاف. ماشاءالله ماشاءالله تبارک الرحمن. من از عبدالوهاب اون سوره هایی که با حامیم شروع شده است پرسیدم. او اون سوره های مذکور را با ترتیبی در قرآن بوده ذکر کرد. الله با علم و دانش او را برکت دهد. واقعا از صحبت با چنین نفران انسان لذت میبرد و این چنین احساس میکنیم که چقدر ما در مقابل این قرآن کوتاهی داریم. شیخ، ولقد استهزئ برسل من قبلک. این آیه در کدام سوره و چند مرتبه ذکر شده است؟ در سوره انعام. در سوره انعام یک مرتبه. باز در کجا؟ در آخر سوره رعد. درست. باز در کدام سوره؟ در انبیا. ماشاءالله. خوب. در کدام سوره ها سجده تلاوت است؟ در سوره اعراف، رعد، نحل، اسراء، مریم، حج، فرقان، سجده، صاد، فصلت، انشقاق، نجم و العلق. درست. خوب شیخ عبدالوهاب، در کدام سوره دو بار آیت سجده آمده است؟ این سوره حج می باشد. ماشاءالله. می توانید آیت یکم و دوم را یادداشت کنید؟ در کدام آیت یکم سجده است؟ درست. باز این در آخر سوره حج می باشد. تبارک الرحمن. مقصد از این وخوری در چی بود؟ باز تکرار میکنم. این نشست تنها برای نمایش نیست، حتی تنها برای تشویق هم نیست، بلکه برای پند و عبرت گرفتن است. وقتی چنین شخصانی دارای امکانیت های محدود میخواهند قرآن را حفظ کنند، برایشان در حقیقت خیلی مشکل است. برای چنین نفران این عمل مثل گذر از کوه دشوار گذر است. ولی ما شخصان سالم اگر خواهیم حفظ کنیم، برای ما نسبتا آسان است. ما با این دشواری هایی که اینها از سر میگذرانند روبرو نمیشویم. وقتی چون این شخص ها را یعنی مانند شیخ عبدالوهاب را کسی میبیند، شخص هوس میبرد. خود دیدیم که چگونه آیت های با هم مانند را خوب فرق میکند. من خود حافظ کل قرآن هستم، ولی قسم به نام الله من مثل او به چنین سوال ها پاسخ گفته نمیتوانم.